خیلیاتون تو گرفتن جایزه 5 میلیونی روزانه همستر مشکل داشتید. تو این ویدیو میخوایم بپردازیم به این مشکل و قدم به قدم با هم جلو بریم ببینیم این 5 میلیون رو چجوری میتونیم بگیریم. یا امیدوارم حالتون خوب باشه. من سامانم و اینجا کیوپی شوه. خب بریم ببینیم که داستانمون چیه. من میخوام دقیق روی گوشی بهتون توضیح بدم که بهش مشکلی دیگه نخورید. پس بریم روی گوشی. خب میخوایم 5 میلیون همستر رو بگیریم. چجوری بگیریم؟ شما اول از همه باید بیاید سرچ کنید کیوپی شو. اینجا کانال ما میاد و میبینید که این پستی که الان اینجا گذاشتیم برای کارت های همستره که کارتاشو گفتیم چیا هستن. لایسنس ژاپن CEO تاپ 10 گلوبال رنکینگ. این ستا رو ما الان باید بگیریم. حالا میریم وارد همستر میشیم. اینجا لینک همستر هم همیشه هست. خب روش میزنیم و لانچش میکنیم. خب حالا که ما منتظر بمونیم تا اکانتمون بالا بیاد. خب اینجا ما یه اکانت داریم که تازه است، یعنی هیچ کاری باهاش نکردیم، نه آپگریدی داره نه اصلا کار خاصی باهاش کردیم. وارد بخش ماین میشیم. خب این بخش ماینه. ماین 4 تا بخش داره. خب مارکت روش که بزنید بخش های بعدی هم باز میشه. RPN تیم، لگال، اسپشیال. خب این بخش های مختلفه. ما اینجا یه بخش داریم به اسم RP تیم. توی RPN تیم شما گفته بهتون که چنلشون رو سابسکرایب کنید یا جوین شید توی چنلشون تا این براتون آنلاک شه. روی آنلاک میزنیم و اینجا میبینید که این بخش رو برای ما میاره. وارد این بخش که میشید شما اگه با شماره ایران باشید نمیتونید داخل کانال تلگرامشون جوین بشید. اگه بیاید داخل کانالمون دوباره اینجا سرچ کنید فولدرهای مختلف میاد براتون. الان این فولدر یکی دیگه است، این تپ سوپه، این هم میبینید که نات کوینه، این یکی تپ سوپ باز، این یکی هم همستره. خب من وقتی که این ویدیو رو براتون پابلیک کردم همه اینا رو براتون یه پیام خاص میکنم و پین میکنم داخل کانال. ولی خب الان ما روی این میزنیم و اینجا اد فولدر رو میزنیم. شما اد فولدر رو که میزنید همه اون کانال ها جوین میشن، یعنی میبینید کانال همستر رو الان جوین شدیم. خب برمیگردیم و وارد همستر میشیم دوباره. اینجا ما برمیگردیم توی این بخش و البته توی این بخش نمیایم، میریم وارد بخش ارن میشیم. از پایین همینطور که میبینید ارن میزنیم روش. اینجا چند تا بخش داریم که مهمترینش برای ما الان در حال حاضر اینه. خب شما اینو میزنید، الان ما جوین شدیم داخل کانالش دیگه. چک رو که بزنیم فوراً به ما 5000 تا میده و اون بخش برامون آنلاک میشه. برمیگردم توی ماین، میبینید که یه سری کارت برای ما بازن، یه سری دیگه شون باز نیستن. حالا هر کدومش شرایط خاصی داره برای باز بودن که من توی یه ویدیو دیگه کامل براتون بررسیش میکنم. ولی امروز ما صرفا میخوایم کارت هایی که نیاز داریم برای گرفتن این 5 میلیون رو بگیریم. اول از همه وارد بخش اسپشیال میشیم. وارد بخش اسپشیال که شروع یکم میایم پایین تا گزینه تاپ 10 گلوبال رنکینگ رو پیدا کنیم. میبینید که 10,000 تا قیمتشه. ما یه لول ارتقاش میدیم. میبینید که این گزینه رو آورد. وقتی که اینو میاره یعنی شما یه دونه از اون کارت ها رو اضاف کردید، یعنی یکی از 3 تا کارتی که برای 5 میلیون میخواید و الان دارید. ما 2 تا کارت دیگه هم داریم که باید اونها رو هم بگیریم. کارت های بعدیمون رو باید پیدا کنیم، باید بگردیم بینش. کارتی که میخوایم الان لایسنس ژاپنه. خب ما اول میایم توی مارکت. خب شروع میکنیم تک تک اسما رو نگاه کردن و پیش میریم ببینیم که کدومه. توی این اولی که نبود میریم دومی، توی این دومی هم نبود میریم سومی. اینجاست. خب این برامون یه قفل زده جلوش. چرا قفل؟ شما برای اینکه بدونید دلیل این قفل بودن چیه یکم پایین‌ترش رو نگاه کنید. ببینید اگه دقت کنید اینجا جلوی لول 0 زده اینوایت پلاس 1 مور فرند. خب
این یعنی چی؟ یعنی یکی از دوستاتون رو دعوت کنید به این ربات تا بتونید این کارت رو بگیرید، به همین سادگی و خوشمزگی. یعنی شما فقط کافیه که برای دلیل قفل بودن اینو اینجا پیدا کنید. اینجا براتون کامل توضیحش داده که چرا اینجوریه. من یه ویدیو حتما براتون میذارم که بتونید خودتون زیر مجموعه خودتون بشید و توی اون ویدیو کامل براتون توضیح میدم که با شماره دیگه‌تون این کمبود رو پر کنید برای خودتون و این زیر مجموعه رو برای خودتون بگیرید. خب اینو الان ما نمیتونیم بگیریم تا وقتی که یکی از دوستامون رو اضافه کنیم به این ربات. حالا یه کارت دیگه هم ما باید میگرفتیم. اون کارتمون چی بود؟ حقیقتا من یادم رفت دوباره کارت چی بود. برمیگردم توی ربات و خب میبینید که یه دونه دیگه داریم به اسم CEO. CEO حالا چجوریه، کجاست، باز نیست، بریم ببینیم داستانش چیه. حالا میایم وارد بخش ماین میشیم. دوباره وارد بخش ماین که شدیم CEO رو میگردیم دنبالش. CEO خب اینجا نبود اینجا. میریم توی بخش بعدی. اینجا CEO. میبینید که CEO برامون بازه و اصلا هیچ محدودیتی نداره. CEO ما روی این سکه میزنیم و اینو هم میخریمش. میبینید که دومین کارت رو هم الان ما داریم. خب حالا ما تنها چیزی که کم داریم اینه که یکی از دوستامون رو دعوت کنیم. میبینید که اینجا دعوتمون 0. البته دقت داشته باشید که به عنوان مثال این کارتی که اینجا توی لگال هست، لایسنس ژاپن، یکی اضاف میخواد. یعنی باید یکی اضاف کنید. اینجوری نیست که از قبل مثلا یه نفر داشته باشید و با همون اوکیشه. این چون کارت جدیدیه یه آدم جدید هم میخواد. خب الان همینطور که میبینید یه رفرال به من اضاف شد. اینو دقت داشته باشید، بعضی مواقع رفرالی که میگیرید یا همون زیر مجموعه‌ای که میگیرید ممکنه که یکم طول بکشه تا براتون بیاد، پس باید یکم منتظر بمونید. بعضی مواقع بریم که اون یکی کارت رو هم بگیریم و ببینیم 5 میلیون رو بهمون میده یا نه. خب وارد بخش لگال میشیم و اینجا میایم پایین. میبینید که لایسنس ژاپن برامون باز شده. 50 کا هم میخواد. الان من اینو میتونم بخرمش، ولی مشکلی که دارم اینه که اینجا من الان نزدیک 40,000 تا دارم ولی قیمت این 50,000 تاست. خب اگه دقت کنید اینو هم خاکستری نشون داده. خیلی متوجه نشده بودم، فکر کرده بودن که سکه خاکستری و طلایی متفاوته. سکه خاکستری به این معنیه که شما نمیتونید اینو بخرید، یعنی سکه مورد نیازشو ندارید. خب یا مثلا اینجا به معنی اینه که اینو ندارید. خب اینو وقتی که داشته باشید به راحتی میتونید اینو بزنید و بخریدش. به همین راحتی شما میتونید 5 میلیون رو بگیرید. خب امیدوارم از این به بعد دیگه مشکلی نداشته باشید توی خرید کارت های روزانه همستر و امیدوارم که موفق باشید. با تشکر، بای.